السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک چند انتقادها یا سوالها انشاءالله به قدر امکان پاسخ میگویم. برای چی شما ساعت را به دست چپ میبندید در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست راست میبستند؟ آخر کافرها ساعت را به دست چپ میبندند گفته‌اند. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، اولا این را خوب بدانید که هیچگاه جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول حیاتشان ساعت استفاده نکردند. برای چی؟ برای آنکه آخر ساعت دستی سال 1504 میلادی اختراع شد، یعنی پیدا شد. و اگر به سال تولد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و سال وفاتشان اگر نظر کنیم، میبینیم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سال 570 میلادی به دنیا آمدند و 632 میلادی از دنیا گذشتند و بعد 872 سال ساعت دستی پیدا شد. چگونه شما میگویید که پیامبر صلی الله علیه و سلم ساعت را به دست راست میبستند؟ این معلومات را از کجا پیدا کردید؟ دیگر اینکه از همه نزدیکترین چیزی که ساعت را با آن تشبیه کرده می شود و قیاس کرده می شود، این انگشترین است. چون انگشترین هم یکی از مقصدهای استفاده آن زینت است و ساعت هم اگر به دو مقصد استفاده برده شود، یک مقصدش برای زینت است، یعنی در این مقصد با انگشترین موافقت می کند. منبع دلیل، سرچشمه دلیل این قرآن کریم است، بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، بعد از آن قیاس و اجماع هست. این چهار منبع های هست که متفقون علیه هست، بین علما اتفاق کردند. تمام علما در این چهار منبع برای همچون سرچشمه دلیل بودنش عالم ها رحمت الله علیهم اتفاق کردند. باز دیگر 5 منبع دیگر است که آنها منبع های اختلافی است. بعضی علما میگن بله منبع دلیل است، بعضی علمای اصول میگن که نه، منبع دلیل حساب نمی شود، که بحث این در علم اصول فقه است. و حالا به شما یک چند حدیث ها را قرائت میکنم تا اینکه ببینیم که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم که در زمانشان انگشترین بود و استفاده کردند، به دست راست استفاده کردند یا به دست چپ استفاده کردند. در صحیح مسلم از حضرت انس خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده است که گفتند که کان خاتم النبی صلی الله علیه و سلم فی هذه، گفتند انگشترین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم در این بود. و اشار الی الخنصر من یده الیسرى، و به انگشت خنصر از دست چپشان اشاره کردند. این انگشت خنصر نامیده میشد و خنصر هم درست است، لیکن خنصر نادرست است. الخنصر و البنصر، اینش بنصر است، اینش وسطا هست، این سبابه هست و این ابهام است. این نام های انگشت ها. خلاصه حضرت انس رضی الله عنه میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشترین خود را به انگشت آخرین، یعنی خنصری دست چپشان می پوشیدند. این حدیث در صحیح مسلم است و صحیح ترین حدیث آیدی در کدام دست بستن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انگشترین را با کدام دست می پوشیدند. و چخیلی که به همگان معلوم است، حضرت انس 10 سال خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کرد. از آن روزی که به مدینه آمدند تا روزی وفاتشان 10 سال خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم کردند. خوشا به حالشان. و
یکی از شخصیت‌های نزدیک به پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. این حدیث یکم است. حدیث دیگری از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگویند که ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یتختم فی یساره، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتم را یعنی انگشترین را به دست چپشان میپوشیدند. این روایت ابو داود است. اگر چنده که در اسناد این روایت کمی مقال باشد هم، ولی با حدیث انس که در صحیح مسلم است قوت میگیرد و با دیگر روایت ها و با خود عملی حضرت عبدالله ابن عمر. دلیل سیوم را گوش اندازید. عن نافع ان ابن عمر کان یلبس خاتمه فی یده الیسری. نافع این شاگرد عبدالله ابن عمر هستند. نافع تابعین هست، شاگرد نزدیکترین عبدالله ابن عمر است. میگن که عبدالله ابن عمر انگشترین خود را در دست چپش میپوشید. این یعنی که دلیل سیوم از دلیل دوم چی فرق دارد؟ دلیل دوم در سنن ابو داود بود. عبدالله ابن عمر از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، اما این موقوف است، این اثر است. نافع از ابن عمر نقل دارد. این عمل صحابه است، عملی راوی حدیث. آن شخصی که حدیث را روایت کرد انگشترین را به کدام دست میپوشید؟ میگوید که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما انگشترین خود را به دست چپش میپوشید، میگوید شاگردش. این در مصنف ابن ابی شیبه است و در اینجا سخن حافظ بیهقی را به شما گوش رس میکنیم. میگوید که و معلوم عن ابن عمر انه کان لا یخالف النبی صلی الله علیه وسلم فيما روى عنه. برای همگان معلوم است که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که حدیث را روایت کرد مخالفی حدیث عمل نمیکرد. بله، عبدالله ابن عمر در بین صحابه ها ضرب المثل زده میشد برای پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم. از همه شخصیتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم به درجه عالی پیروی میکرد، حتی بعضی ها میگن که عبدالله ابن عمر رضی الله عنه در پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم افراط میکرد، یعنی از حد میگذشت، حتی راهروی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میکرد، یعنی در راهرویش هم اقتدا میکرد. حالا که ما در این حالت ها وظیفه دار نیستیم، امر نشدیم که در همه حالت ها و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنیم. بنابراین حضرت عمر گاه ملامت میکردن ابن عمر را به این رفتارشان. حتی از نزد یک درخت میگذشتند و سری خود را خم میکردند. مردم میپرسیدند که برای چی سری خود را خم کردید؟ میگفتند که اینجا یک وقتی شاخه بود و پیامبر صلی الله علیه و سلم سری خود را از زیر شاخ خم کرده گذشتند. امروز شاخ نباشدم همین عمل را عیناً در همین جا اجرا میکردند و این در سیرت عبدالله ابن عمر معروف است. حتی در جایهایی که نشستند می نشستند اگر راه گذر باشند. برای چی گفته؟ وقتی که پرسیدشان میگفتند که برای آنکه در اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم بار نشسته بودند. همین گونه پیروی به پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتند. بنابراین هیچگاه وقتی که با چشمش میبیند که پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشترین رو به دست راست کردن و دست چپ نمیکرد. امام بیهقی کتاب دارند با نام الجامع فی الخاتم، یعنی تمام حدیث و آثاری که آیید خاتم یعنی آیید انگشترین پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده همیشه در یک کتاب جمع آوری کردن. و دلیل نوبتی باز از حضرت انس خادم جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آیید تاریخ خاتم پیامبر صلی الله علیه و سلم کمی معلومات میدهند. میگن که کتب النبی صلی الله علیه و سلم کتابا او اراد ان یکتب. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مکتوبی نوشتند یا که خواستند که یک مکتوبی نویسند. به کی؟ به راهبرهای کشورها، به امپراتوری فارس و روم و به مصر و به تمام راهبرهای کشورهای دنیا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مکتوب نوشتند و آنها را به دین مقدس اسلام دعوت کردند. فقیل له انهم لا یقرؤون کتابا الا مختوما. به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته شد که آنها فقط
مکتوب‌های ختمدار را قرائت میکنند. ختم یعنی مهردار، مکتوبی که مهر دارد، یعنی مکتوبی بی ختم و بی مهر را هر کس میتواند نویسد. بنابراین آنها فقط مکتوبی که مهر دارد یعنی ختم دارد آن را میخوانند. فاتخذ خاتما، بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای خود یک انگشترین فرمایش دادند. من فضة، انگشترین از نقره بود. نقشه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نقشش محمد رسول الله بود. محمد رسول الله یعنی عبارت از 3 کلمه بود: محمد، رسول، الله. لیکن پیامبر صلی الله علیه وسلم چنان فرمان دادند که این در 3 سطر نوشته میشد، از سبب آنکه مساحت بالای انگشترین تنگ است. در 3 سطر نوشته میشد. اگر مثلا طبق تلفظ گیریم، یکم محمد تلفظ کرده میشود، دوم رسول، سوم الله. اگر طبق تلفظ نویسند محمد در بالا می آید و الله در پایان. بنابراین به آن استایی که انگشترین میساخت گفتند که الله را به بالا نویست، یعنی از پایان گویا خوانده میشد محمد رسول الله، محمد رسول الله هست. نقش انگشترین جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین بود. بعد حضرت انس میگن که کأنی انظر الی بیاضه فی یده، گویا که من حالا این حدیث را به شما گفته ایستادم و گویا اون سفیدی که ایزه اثری انگشترین در انگشتی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، گویا من حالا با آن نظر دارم، یعنی این حالت را تصور کردم. در بعضی روایت ها آمده است که در همین جا گفتن که گویا من به سفیدی انگشتی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حالا نظر میکنم که در دست چپشان بود. گفتم بعد یکی از راوی ها به قتاده گفت که من قال نقشه محمد رسول الله قال انس. کی گفت که نقشش محمد رسول الله هست؟ گفتن که انس گفت، یعنی انس نقل کردن که نقشش محمد رسول الله بود. یعنی ببینه در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که مکتوب نویسند یک انگشترین گرفتن که در آن مهر داشتند و بعد اینکه مکتوب را نوشته می شدند به بالای آن مهر خود یعنی ختم خود را می گذاشتند. این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. و حضرت علی رضی الله عنه در سنن ابو داود و سنن نسائی ابن ماجه با سند صحیح روایت از گفتند که عن النبی صلی الله علیه و سلم کان یتختم فی یمینه، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به دست راستشان انگشترین میگرفتند. و در اینجا میبینیم که حدیث های صحیح هم وارد شده است آیید انگشترین گرفتنشان به دست راست و هم به دست چپ. چگونه جمع میکنیم؟ کدامش درست است و کدام این قول ها صحیح است؟ امام بیهقی در کتاب جامع فی الخاتم گفتند که التختم فی الخنصر من الید الیسرا، باب درباره انگشترین کردن در دست چپ و آن هم به انگشت خنصر یعنی خرده گفتند. و بعد از جعفر ابن محمد، جعفر صادق، یکی از عبیره های حضرت حسین، عبیره نبیره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، از جعفر صادق رحمت الله علیه روایت کردند که آن کس از پدرش محمد باقر که پدری محمد این زین العابدین است، نقل میکنند که رسول الله صلی الله علیه و سلم تختم خاتما من ذهب فی یده الیمنا، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشترین طلا به دست راستشان گرفتند. و ببینید حتی رجع الی البیت، وقتی که به خانه برگشتند فرامه اون انگشترین را دستشان گرفتند و پرتافتند به زمین، پرتافتند انگشترین طلا را. فما لبسه، دیگر تا آخر حیاتشان نپوشیدند انگشترین طلا را، چون که حرام گفتند. ثم تختم خاتما من ورق، سپس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک انگشترین گرفتن از نقره علی خنصره، اینم فجعله فی یساره، به دست چپشان در انگشترین خنصرشان گذاشتند.
بعد چی گفتن؟ گفتن که و ان ابا بکر الصدیق و عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب و حسنا و حسینا رضی الله عنهم كانوا يتختمون في يسارهم. حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت حسن نبیره جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و دادرش حضرت حسین، این 5 نفر انگشترین رو به دست چپ می پوشیدند. گفتن بعد امام بیهقی گفتن که هذه روایت صحیحه، این روایت صحیح است، لا یشک اهل العلم بالحدیث فی صحتها، آنهایی که اهل علم حدیث هستند، عالمان حدیث، در صحت این روایت شک و شبهه ندارند. و گفتند که و ان الذي جعله فی یساره، و اون انگشترینی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به دست چپشون گرفتند، هو خاتمه من فضه، و انگشترینشون از نقره بود، ثم لم یرمیه، ثانی او را نپرتافتند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک انگشترین گرفتند از طلا بود، به دست راستشان پوشیدند و آن را پرتافتند، دیگر هیچگاه او را نپوشیدند. و انگشترین دیگری ایشون از نقره بود که نقشش محمد رسول الله بود، اون را به دست چپ پوشیدند و آن تا روزی وفاتشان در جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باقی ماند. وقتی که وفات کردن حضرت ابوبکر صدیق آن را گرفته استفاده می بردند. بعد وفات حضرت ابوبکر عمر رضی الله عنه استفاده بردند. بعد حضرت عمر حضرت عثمان استفاده بردند و بعد حضرت عثمان به چاه افشانیده گم کردند. ولیکن حضرت علی و حضرت حسن و حسین هم انگشترین های خود را به دست چپ می پوشیدند. گفتند یا روایت دیگر از امام بخاری با سندش قرائت میکنیم. امام بخاری میگن که حدثنا عبدالله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دینار عن عبدالله بن عمر رضی الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من ذهب فنبذه فقال لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. امام بخاری گفتن که به ما عبدالله ابن مسلمه گفت و عبدالله ابن دینار از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت کردند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشترینی از طلا پوشیدند، فنبذه، پس او را پرتافتند، فقال لا البسه ابدا، هیچگاه دیگر تا آخر عمر من این انگشترین رو دیگر نمی پوشم، چون انگشترین طلا را به مردهای امت اسلام و مردهای مسلمان ها حرام کردند. بنابراین از دستشان گرفتند و پرتافتند و گفتند که تا آخر عمر دیگه اینو نمیگیرم، نمیپوشم. فنبذ الناس خواتیمهم، مردم هم انگشترین های خود را به زمین پرتافتند. چگونه پیروی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. بنابراین الله تعالی به آنها ثنا گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای آنها ثنا گفتند که آنها بهترین مردم دنیا هستند. بعد پیغمبرها بهترین عصری که در این دنیا مردمش زندگی کرده این مردم صحابه ها بود. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشترین طلای خود را به زمین پرتافتند، آنها هم انگشترین های خود را به زمین پرتافتند. روزی که حرام شد دیگه همه از آن دست کشیدند. یک نقل دیگر از کتاب علمای حنفی رحمت الله علیهم میاریم. در کتاب اللباب فی الجمع بین السنة والکتاب آمده است که باب التختم فی الیسار. صاحب کتاب حنفی هستند، گفتند که باب درباره انگشترین گرفتن در دست چپ. ببینید بعد از آن از امام طحاوی که حنفی هستند نقل کردند که امام طحاوی از جعفر صادق نقل کردند، جعفر صادق از پدرش محمد باقر، ان الحسن والحسین كان يتختمان في يسارهما. این روایت اگرچه در بالا در روایتی بیهقی آمد، اینجا روایتی یعنی طحاوی هست. حسن و حسین انگشترین خود را به دست چپ می گرفتند و ابن الحنفیه کان یتختم فی یساره، و این چونین محمد ابن حنفیه هم انگشترین خود را به دست چپ می گرفتند. محمد ابن حنفیه هم پسر علی هستند.
لیکن حضرت حسن و حسین مادرشان فاطمه هست و مادر محمد. بنابراین برای جدا کردن، اگرچه محمد ابن الحنفیه پسری حضرت علی هست ولیکن نبیره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نیست، برای اینکه مادر او حنفیه هست نه فاطمه. بنابراین مشهور است که ابن الحنفیه گفته میشد، به مادرش نسبت داده شده است برای اینکه با نسب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم آمیخته نشود گفته. یعنی محمد ابن حنفیه پسری حضرت علی هم به دست چپشان میگرفتند گفته امام طحاوی نقل کردند. و در حقیقت از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل ها چه خیلی که دیدید آمده است که هم به دست راست کردن هم به دست چپ. لیکن اگر به ترجیح امام بیهقی نظر کنیم، به دست راستشان انگشترین طلایی را که آن را دیگر نکردند و پرتافتن کرده بودند و به دست چپ انگشترین نقره را کردند. و بعضی علما گفتند که گفته نمی شود که سنت این است که به دست راست انگشترین کردن بهتر است یا به دست چپ کردن بهتر است، یا گفته نمی شود که به دست راست کردن بهتر است یا به دست چپ کردن بهتر است، گفته نمی شود. و اینچون گفته نمی شود که به دست چپ کردن یا که به دست چپ پوشیدن ساعت این عادت کافرها یا عادت مسلمان ها گفته نمی شود، برای آنکه این عادت عام است که مسلمان ها هم این اصلا بعضی علما گفتن که این به یعنی که الامر فی هذا المسئله واسع، امر در این مسئله وسیع است. یعنی که کسی میخواهد به دست راستش کند هیچ باکی نداره، کسی به دست چپ کند هیچ باکی نداره. در این حال کسی را ملامت کرده نمی شود گفتن. الله اعلم.